افشای میلیون ها سند مخفی مالی نشان می‌دهد که ویلبور روس وزیر تجارت آمریکا در یک شرکت بارکشی سرمایه دارد که با شرکت متعلق به اطرافیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همکاری می‌کند. سندهایی که کنسورسیوم بین‌المللی ژورنالیستان پژوهشی زیر عنوان اوراق بهشتی روز 5 نوامبر نشر کرد همچنان نشان می‌دهند که شرکت عظیم گازپروم و بانک وتب روسیه در شرکت‌های تکنولوژی آمریکا سرمایه‌های بزرگی گذاشتند. نام ملکه بریتانیا الیزابتا در مطبوعات بیرون آمد چون بر اساس این سندها او در یک منطقه آفشوری 13 میلیون دلار سرمایه داشته است. کنسورسیوم بین‌المللی ژورنالیستان پژوهشی که در آمریکا قرار دارد سال 2016 هم اوراق پاناما سندهای مخفی مالی را نشر کرد که از یک شرکت حقوقی پاناما بود و نشان میداد که رهبران افراد ثروتمند زیاد در سراسر جهان در منطقه های آفشوری پول نگاه می‌دارند. اوراق بهشتی را از دو شرکت حقوقی و مخزن ثبت نامی شرکت ها در 19 منطقه آفشوری به دست آورده به روزنامه زدویچه سایتونگ آلمان دادند. به روزنامه های گاردین، رادیوی BBC و روزنامه نیویورک تایمز و ده ها رسانه دیگر نیز حق دادند که اسناد مذکور را آموزند و بنویسند. در بین 13 و 4 میلیون سند اساساً دو نام شناخته در جهان، ویلبور روس و ملکه الیزابتا بیرون آمدند. هیچ علامت وجود ندارد که فعالیت آنها غیر قانونی است، ولی ارتباط وزیر تجارت آمریکا با شرکت‌های روسی می‌تواند بررسی فعالیت‌های حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را زیادتر کند. حالا حکومت او را به برخورد منافع متهم می‌کنند. تحقیق ارتباط‌های شریکان دونالد ترامپ با روسیه بعد از آن شروع شد که روسیه را به مداخله در انتخابات رئیس جمهور آمریکا در سال 2016 متهم کردند. تحقیقات سر آن حالا ادامه دارد که آیا اطرافیان ترامپ با مقامات روسیه همدستی داشتند یا نه. دونالد ترامپ تحقیقات درباره انتخابات را بی اساس نامیده است. اوراق بهشتی نشان می‌دهد که ویلبور روس میلیاردر سرمایه‌گذار بعد رسیدن به مقام وزیر تجارت آمریکا ارتباطش با شرکت باربری را ادامه داده است که با شریکان پوتین همکاری دارد. ویلبور روس 79 ساله یک زمان سهمیه‌های زیادی نویگاتور هولدینگ یک شرکت باربری را در دست داشت که برای شرکت روسی سیبور گاز می‌کشد. بخشی از شرکت سیبور با گنادی تیمچنکو رفیق پوتین و کیریل شمالوف داماد او تعلق داشته است. آمریکا بعد اشغال نیم جزیره کریم از طرف روسیه بر ضد این شرکت تحریم اعمال کرد. در این باره روزنامه نیویورک تایمز نوشته است یک شرکت مالی ویلبور روس یک زمان بزرگترین سهام نویگاتور بوده است، ولی بعد رسیدن به مقام وزیر تجارت او سهمیه‌هایش را کاهش داده است. ولی سندها نشان دادند که ارزش سهمیه‌های او در نویگاتور از 2 تا به 10 میلیون دلار میرسد. به نوشته نیویورک تایمز سهمیه‌های ویلبور روس در نویگاتور در حساب یک شبکه پیچیده شرکت‌هایی است که در جزیره‌های کایمان ثبت نام شدند. جیمز روکاس سخنگوی وزیر تجارت آمریکا گفت ویلبور روس هیچگاه با سهامان سیبور ملاقات نداشته است و تاکنون درباره چنین ارتباط خبر نداشت. خبرنگار BBC که با وزیر تجارت صحبت داشته است میگوید که وزیر گفته است هیچ چیزی غیر قانونی در سرمایه‌گذاری او در سیبور وجود ندارد. از سندهای مالی همچنان آشکار کردند که یوری میلنر یک شهروند روسیه که در شرکت‌های تکنولوژی آمریکا سرمایه زیادی دارد از بانک دولتی وتب روسیه 191 میلیون دلار قرض گرفته و در شرکت توییتر سرمایه گذاشته است. به گفته نیویورک تایمز روسیه وتب را برای سازش‌های استراتژی سیاسی به کار میبرد. از اوراق بهشتی همچنان این اطلاع را یافتند که یک شاخه مالی گازپروم شرکت دولتی روسیه یک شرکت آفشوری را تأسیس داده با شرکت سرمایه گذاشته است که به میلنر ارتباط دارد و این شرکت بعد آغاز فروش سهمیه‌های فیسبوک در سال 2012 در حجم 1 میلیارد دلار سهمیه‌های این شرکت را خریده است. در این سندها نام الیشر اوسمانوف میلیاردر ازبک تبار از روسیه نیز هست که پنهانی در یک شرکت مبارزه با پولشویی سهمیه خریده است. نام ملکه بریتانیا الیزابتا هم در اوراق بهشتی آمده است. شرکت داچی لانکاستر که درآمد او را تامین می‌کند و مسئول مدیریت مالکیت و سرمایه‌های 650 میلیون دلاری او میباشد در جزیره‌های کایمان و برمودا که منطقه‌های آفشوری هستند میلیون‌ها دلار سرمایه گذاشته است. با گفته تحلیلگران اگرچه در فعالیت‌های این شرکت هیچ چیزی غیر قانونی نبوده است اما ممکن است ملکه الیزابتا را برای سرمایه‌گذاری در خارج از بریتانیا تنقید کنند.